عکسایی که باید قبل از مرگت ببینی. قلب بدون خون حاجی، قلب سفید و هیچ جوره تصور نکرده بودم، یعنی کل خون اینو کشیدن. قلبم بزرگه ها، بعد بدون خون انگار قلب ما نیست، انگار قلب فرشته است. اولین عکس جهان، اولین عکسی که با دوربین گرفته شده. ظاهرا خونه میبینم، یه چیز کج میبینم، البته جمله قشنگی نیست. کوچیکترین کیف میکروسکوپی. خب چی میذاری تو این برادر من؟ برای چی ساختینش؟ ولی خب یه هنره دیگه، ساختش هم بی‌احترامی نکنیم. دیدیم دیگه، خب کوچیکترین کیف میکروسکوپی جهان. این کادویی که میتونم برای نازنین بخرم خیلی راحت. البته خب گرونم، به خاطر کوچیکیش باید گرونم باشه، نمیدونم. این عکس اصلیشه، پشمام لویی ویتونه. نمیتونم بخرم نازنین جان، اینم نمیتونم، ببخشید. میز آلبرت انیشتین روزی که فوت کرد. حاجی برگام چقدر مسی و شلوغ بود. اگه اتاقتون شلوغه اصلا ناراحت نباشید، چون این اتاق انیشتینه که انقدر معروف شد. اگه اتاق تو هم همینقدر شلوغه، دکمه لایکو بزن. منم به خودم مجبوری تمیز میکنم به خاطر ویدیو. رنگ اصلی برج ایفل. حاجی فکر کن برج ایفل سر نداره، سرشو زدن، یعنی سر نداشته اون موقع. یادم اومد راستی یه ویدیو هم قبلا زده بودم، مثل رنگش در واقع با فکر کنم اکسیژن که واکنش داده رنگیه که الانه، در واقع این رنگی بوده. آخه ایفل بی سر. اینم در کنار الانش. چقدر ترسناک و گنگتر بوده نه؟ یه ایفل رو من کاش ببینم قبل مرگم. خدای فرانسه گرونه رفتنش. ساختار اصلی کره زمین این شکلیه؟ چرا از فضا پس عکس میفرستن گرده؟ اینجوری انگار خوردن نصفشو. خدایا یعنی کره نیست مگه؟ کره زمینی کره نیست. کرجو پیدا کنم. آخرین عکس تایتانیک. ولی واقعا رو اون تیکه چوبه جفتشون جا میشدن حاجی. چرا نپریدی رو عزیزم؟ چرا خودتو کشتی؟ همه داستانای دنیا سر دختره. کوچکترین کامپیوتر جهان در مقابل یه دونه برنج. بعد رو این میشه فیفا زد. فکر نه. انتهای دیوار بزرگ چین. یه کوچولو بره تو آب که میتونه بیاد تو. نمیتونستن البته خب برن جلوتر، زیرش چیزی نبوده طبیعتا، ولی خب حاجی دیوار چین هم حتی ته داره. بعد ما بعضی موقع مغرور میشیم فکر میکنیم زندگیمون ته نداره. اینم از یه زاویه دیگه‌اش. والمارت خالی. والمارت که ما آقا پرش هم ندیدیم دوست عزیز. بگو مثلا هایپرمی خالی. اینو قبل مرگم نمیدیدم هم اوکی بود. خب خالیه، خب چیکار کنم؟ پرش کنم. تلیتابیز بدون کله هاشون. حاجی این نه ترسناک نیست. صبر کن دخترم. نه بچه. آقا بگذریم بریم بعدی. اندازه واقعی چراغ راهنمای رانندگی چقدر بزرگه. یعنی تو ایران هم همین سایزن و انقدر کوچیک به نظر میرسن. این جالب بود. اینو حال کردم. خانومم ان شاءالله موفق و سلامت باشه.